یو گایز خوش اومدید به ویدیو دیگه از چنل ماین پلید. من تو هستم. توی این ویدیو قراره بریم و با هم دیگه یه اشاره بکنیم به مابایی که قبلا هم تو رایگیری ها اومدن اما حذف شدن و وقتی من دارم این ویدیو رو آپلود میکنم احتمال رایگیری ماینکرافت شروع یا تموم شده، از من از نتیجه با خبر نیستم و این لینک دیسکو هم توی دیسکریپشن میذارم، حتما بهش جوین بدید تا از اخبار ویدیو و استریما و هرچی هست اونجا میذارم با خبر بشید و بی معطلی بزنید بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. ما به اول که توی 2017 اضافه شده بارناکله که بارناکل توی بایومای اوشنی بودن، البته اضافه نشدن، تو رایگیری اومدن و اینکه اونا با زبوناشون پلیرها رو میگرفتن و به درون به زیر اقیانوسا میبردن که بعد اونجا میکشتنشون، خفتشون میکردن. ماو دوممون هم فانتوم بود که به ماینکرافت اضافه شد و فانتوما وقتی که پلیرها 2 یا 3 شب نمیخوابیدن میومدن و پلیرها رو میکشتن و اسپان میشن و بعد حتما پلیرها میخوابیدن تا اینا بمیرن و همین دیگه بالم داشتن پرواز میکردن. ما به بعدیمون هم The Great Hunger بوده که به ماینکرافت اضافه نشد و گریت هانگر توی بایومایی مثل دیزرت بودن و اونا دهناشون رو باز میکردن و آیتمای اینچند شده وقتی میومدن و میخوردن و اینچندشون رو برمی داشتن و بهشون تحویل میدادن که به نظر ما به جالبی میشد. ما به بعدیمون هم وایلد فایره که یه نوع بلیز بوده و مثل این که این بلیزه چند تا شیلد داشته رو بدنش و دیفندش یا همون دفاعش بیشتر میشده. ما به بعدی 20 اگه بگم درست باشه، آره واسه 20 بوده، مابلومه که روی بدنش گل داشته و ماینکرافت میگفته وقتی مابلوم اگه به ماینکرافت اضافه بشه یه نوع گل جدیدم به ماینکرافت اضافه بشه و مابلوما توی بایومایی که توشون گل زیاد بود اسپان میشدن و خب به نظر من زیاد ماب خوبی عذاب در نمیومد اگه میومد ماینکرافت. ماب دوم اون سال آیسلیجر بوده که آیسلیجر توی کوههای سرد اسپان می شدن و اگه شما بهشون برخورد کردید یه چند تا بلاک یخ بالا سرتون اسپان کردن و میکوبوندن تو سرتون که به نظرم خیلی شبیه بهتر ماینکرافت میشه و اگه نبود بهتر میشد. ماب بعدی هم که به ماینکرافت اضافه شد و واقعا همه ازش منصرف شدیم گلو اسکویده که یه نوع 8 پاهه که فقط توی آب میدرخشه و تنها چیزی هم که دراپ میکنه فقط یه دونه جوهره که رنگاتون رو براق میکنه، یعنی واقعا هیچ کار خاصی نمیکنه. فشاریم. و ما به بعدی که واسه 2021 گلریکه که این ماب هم کوچیکه و شما رو یه روح کوچیکه و شما رو از تاریکی و جایی که ممکنه ماب اسپان بشه دور میکنه و به جاهای روشن میبره. توی غار میتونه به درد بخور باشه از نظر من، البته به ماینکرافت اضافه نشد. ماب دوم به درد نخوره که واقعا به ماینکرافت اضافه شد الی بودش که همه ماینکرافت رو گول خوردیم. اونجا که ماینکرافت گفت اون میره براتون از دور بر آیتمی که بهش میدید و جمع میکنه و همه ماینکرافت رو فکر کردن اون میتونه واسه همون دایموند هم جمع کنه و به خاطر همین بهش رای دادیم، اما هممون ضایع شدیم و الیا با موزیک نوت بلاکا وقتی روشون کلیک کنید میان سمتتون رو میرقصن و آیتما رو واسهتون دراپ میکنن که خوبه. ما به سوم و ما با آخری که ماینکرافت اضافه نشد کاپرگالمه که کاپرگالم علاقه زیادی به فشار دادن دکمه های کاپری داره و میتونسته یه ماب خوب باشه واسه یه کارهای ردستونی و خیلی میتونست به دردمون بخوره. مابهای حالا میرسیم سراغ مابهای 2022 که اولیش با اسنیفر شروع میکنیم که واقعا دوباره همه زدن تو سرمون. فقط اسنیفر ظاهرش خیلی خوبه. اسنیفر مابی بوده که شما میتونید تخمشو برید و از توی دریاها گیر بیارید و وقتی شما هم اونو میذارید اونو از تخم در میان و میگردن واسه شما دنبال دونه های سیدای گل میگردن و شما اگه اونا رو بکارید یه نوع گل جدید دارید. از اون گلا میتونید رنگای تکراری در بیارید، یعنی رنگای جدید ازش بیرون نمیاد.
ماب دوم اون سال راسکال بوده که راسکالا مابای خیلی مثلا میتونستن جذاب کنن ماینکرافتو و راسکالا تو میشم اینجوری بودن که شما میرفتی توی غارا و اگه راسکال پیدا میکردی باید باهاش قایم موشک بازی میکردید و اگه میبردید اون به صورت رندوم یه آیتم میداد بهتون. ممکن بود اون آیتم یه پیککس آیرونی اینچنت شده باشه. پس واسه اول بازی خوب بودش. البته من فکر میکردم بهتر بود نیاد چون توی بتر ماینکرافت از این مابا زیاد هستش. و ما به سوم و ما به آخر اون سال که ماینکرافت اضافه نشد تاف گلمه که تاف گلما وقتی شما میساختیدشون رو حالت فریز بودن و یهو از حالت فریز در میومدن و میرفتن یه آیتمی رو بر میداشتن و دوباره رو حالت فریز میرفتن که این میشد یه کار خفن باشه از نظر دیزاینی. یعنی فکر کنید مثلا یه تاف گلم تو دستش آیتم باشه جالب میشه، مثلا به عنوان میزای جالب میتونستن ازش پلی رو استفاده کنن. اوکی گایز، مرسی که اگه از این ویدیو خوشتون لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تونستم بهترین اطلاعاتی که و مهمترینشون رو بهتون بدم راجع به مابایی که قرار بوده اضافه بشن و دیگه حرف دیگه نمیمونه تا ویدیو بعدی. خدافظ.